تنها زندگی کردن خصوصیت‌های خاص خود را دارد. هر وقتی که خواستی از خواب می‌خیزی، در شب سیر و گشت می‌کنی، هرگاهی که خواستی خوراک می‌خوری و هر چی که خواستی هرگاهی که خواستی اجرا می‌کنی و بغیر از خود دیگر از کسی خاطر نیستی. اما من فکر کردم تا کمی هم باشد در جمعیت باشم، پس قرار گرفتم تا روزهای استراحتی در مسجد به نورسان درس‌های الهی خواندن زبان عربی و قرآن را درس بدهم. برخی از خاطرات من از همان مشغولیت‌های الهی تکمیل یافته بود و این هم خیلی شوق‌آور می‌شود، زیرا این دم نه همچون دانشجو بلکه همچون استاد درس میگویم. امیدوارم که این نورسان با من چنین رفتار نمیکنند همان گونه‌ای که من با استادانم میکردم، زیرا من با پدران آنها دوست هستم. گرچند که در اول کمی مشکل بود، گمان میکنم مشغولیت‌ها بد نبودند و به نورسان نیز درس‌ها معقول بود. اما در آخری درس یک رفیق نزدیکم به من زنگ زد و کودکان نیز خسته شدند، لیکن به هر حال که نباشد بعد از 10 دقیقه والدین آنها آمده باید کودکان را گیرند. پس به کودکان گفتم که کمی استراحت کنند تا آن دمی که من گفتگو را تمام کنم. گفتگوی من کمی زیادتر دوام کرد و بعد آن که صحبت را تمام کردم دیدم که تنها یک نفر از بچه ها آنجا بود. از رفیقش پرسیدم که سمیر کجا شد. او گفت وای خسته شد و خواست از مسجد بیرون برآید. وای خدایا، من این احساسات رو هیچ دم فراموش نمیکنم. من نمیدونستم که سمیر کجا رفت یا چی کار کرد یا چی خیل او را یابم. دل من خیلی تیز میتپید و هر گونه فکرهای بد به سرم می اومد. باز به یادم آمد که پسر دیگری در مسجد هست و باید به نزد او بروم تا او نیز به کجای نرود. هنگام برگشتن در مسجد در رو بروی من پدر سمیر ایستاده بود و عیناً او مرا مشاهده کرد که پریشانم. پس از من پرسید شد که چی واقعا رخ داده است. گفتم که هنگامی که با تلفن صحبت میکردم سمیر برآمده بود. من به او دقت نداده بودم، پس او را نیافته ایستادم. در آن لحظه کاش من وجود نمی داشتم. گرچند که نورسان یافت شدند، اما هر وقتی که این واقعه به خاطرم میرسد خیلی برای بی‌مسئولیتی کردنم و به کودکان اهمیت ندادنم رو افتاده میشوم. میدونستم که اگر در جای کار می بودم حتما تلفنم را جواب نمی گفتم، اما نمیدونستم که نگاه بین کودکان از آن هم مهمتر است. این چونین من در نزد پدر سمیر مثل به مسئولیت نمودار شدم و او به من همچون یک نابالغ نگریست که باید کلان شوم و او حق بود. هنگامی که عمکم این واقعه را شنید به من گفت که آنقدر غمگین نشوم، اما باید احساس کنم که مسئولیت نه تنها در پدر و مادر بودن یا شوهر یا اینکه کارگر بودن است، بلکه ما باید در همه چیزی که خداوند مسئولیت آن را به گردن ما مانده است احتیاط باشیم. با گفت پیامبر درود بر او، هر یک شما بر رعیت خود مسئول هستید. آن روز آن کودکان رعیت من بودند و من از عهده آنها نبرآمدم. مسئولیت شخصی در کل سنت پیامبر آمده است، اما ما عادتا آن را همچون یک مسئولیت شخصی می‌بینیم، لیکن مسئولیت‌های اجتماعی ما هم مثل مسئولیت‌های شخصیمان مهم است. برای همین عمر ابن خطاب که یکی از رهبران برجسته دنیا بود، از ترس آن می‌گریست که مبادا روز قیامت حیوان برای حق او را پایمال کردن از او شکایت نکند. پیامبر اینچنین تاکید کردند که ما باید به اهمیتی راه ندهیم، حتی اگر در راه سنگی را بینیم آن را از راه گیریم و یا حق همسایگان و اطرافیان خود را پایمال نکنیم. وقتی نفر به ما باوری کرده کار را می‌فرماید باید او را راه افتاده نکنیم. انس میگوید که روز پیامبر مرا برای رسانیدن چیزی به جای روان کرد. وقتی رفیقانم را یافتم با آنها مشغول بازی شدم. پس پیامبر به نزد من آمد و با یک مهربانی به من گفت: ای اونیس، آنچه را که به تو گفتم آیا رساندی؟ رسول خدا، تو به من چی میگفتی اگر آن روز آن کودک را گم میکردم؟ تو به ما بهتر بودن و چگونه دیگر کودکان را مثل فرزند خود احترام کردند، هر جای را در زمین مثل خانه خود نگاه داشتند و هر بیگانه را مثل عائله خود قبول کردن را آموختی. صلی الله علیک یا رسول الله.